ما اصلا سگای خدمتی رو از 2 ماهگیش تربیه رو سر میکنیم، رو میکنیم به خودی کینولوگ به مثلا تربیه کرده. بعد از 6 ماهگیش اوجه بعد کوفتن مواد مخدر آنها اوجه فعالیت سر میکنن. میکنیم برای برآمدن تا سگ نترسد، فعالیت در گرد مردم گشتن و توپچه تیار توپچه رفته آماده میکنه که سگ همین برای توپچه رفته آوردن اینو همین مشق است. با سگ‌ها خدمت کردن یعنی که انسان باید همین سوها رو دوست دارد، سگ رو دوست دارد، با سگ کار کردن یک ذوق و شوق داشته باشد، در اون جهت فعالیت و کار کردن میتونه. من از خوردیم راستی هوس داشتم در سگ بخرم، برای اینکه در خانه همچون وقتی که پیش از همین خانه من سگ داشتم.